أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي تريد 600 ألف شاة أو 600 ألف دينار أو 600 ألف كلمة. قال يا رسول الله 600 ألف كلمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اجمع 600 ألف كلمة 6 كلمات يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض، وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة، وإذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك، وإذا رأيت الناس يشتغلون بتزيين الدنيا فاشتغل أنت بتزيين الآخرة، وإذا رأيت الناس يشتغلون بكثرة العمل فاشتغل أنت بصفوة العمل، وإذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای علی، آیا 600,000 گوسفند میخواهی یا 600,000 دینار یا 600,000 کلمه؟ حضرت علی علیه السلام عرض کردند ای رسول خدا 600,000 کلمه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 600,000 کلمه را در 6 کلمه جمع کن. ای علی، هرگاه دیدی مردم به مستحبات اشتغال دارند تو به کامل ساختن واجبات بپرداز، و هرگاه دیدی مردم به کار دنیا مشغولند تو به کار آخرت مشغول شو، و هرگاه دیدی مردم به عیبهای دیگران پرداختند تو به عیبهای خود بپرداز، و هرگاه دیدی مردم به آراستن دنیا اشتغال دارند تو به آراستن آخرت مشغول شو، و هرگاه دیدی مردم به عمل فراوان مشغولند تو به عمل خالص بپرداز، و هرگاه دیدی مردم به خلق خدا توسل می جویند تو به خالق توسل بجوی. فصل اول، پرهیز از ترک واجبات، گرایش به انجام مستحبات. در اولین فراز از حدیث نبی گرامی اسلام خطاب به حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. هرگاه دیدی مردم به مستحبات اشتغال دارند تو به کامل ساختن واجبات بپرداز. دین اسلام دین کاملی است که برای جزء زندگی انسان برنامه و دستور داده. تمامیت دین نیز به 2 چیز است: انجام دادن واجب و ترک کردن حرام. واجب عملی است که انجامش بر مکلف لازم است و ترک آن عذاب دارد مانند نماز. حرام عملی است که ترک آن بر مکلف لازم و انجامش عذاب دارد مانند دروغ. انجام دادن واجبات و ترک محرمات غذای روح انسانند. عارف و عالم ربانی آیت الله بهجت می‌فرمایند بندگی خدا در انجام واجب و ترک حرام است و اگر چیزی مهمتر از آن 2 انسان را به کمال میرساند خداوند به آن دستور می‌فرمود. اهمیت واجبات در اسلام از اینجا مشخص و معلوم می شود که اولین سؤالی که از انسان می شود از واجبات است و این واجبات است که انسان را به سوی بهشت می کشاند. حضرت علی علیه السلام در خطبه 167 نهج البلاغه می فرمایند الفرائض ادوها الی الله تؤدکم الی الجنه. واجبات الهی را برای خدا انجام دهید تا شما را به بهشت جاودان برساند. جیم، مقصود این نیست که عمل به مستحب علت ترک یا علت نقصان عمل واجب گردد، چرا که مسلما این کار غلط است، بلکه مقصود این است که اگر مثلا کسی بر اثر انجام دادن مستحباتی مانند نماز شب خسته شود و نماز صبح را از دست بدهد و آن را تا هنگام طلوع آفتاب به تأخیر اندازد، در این حالت عمل مستحبی او که برای درک ثواب و تقرب است چه بسا نتیجه معکوس می‌دهد. از این رو باید به مستحب تا آنجا عمل شود که بدانیم کار واجب به خاطر آن ضایع نمی شود.
اگر سخن حضرت علی علیه السلام را به معنای حقیقی آن بدانیم، توضیح آن همان است که گفته شد. اما اگر مانند برخی این سخن را از باب مجاز بدانیم، معنا چنین می شود که باید آنچه مهم است بر آنچه مهم نیست مقدم باشد و به عبارت دیگر با وجود امر اهم و پر اهمیت تر نوبت به امور مهم و کم اهمیت نمی رسد. بنابراین در اسلام اولین گام برای تقرب به خداوند واجبات است و آنگاه مستحبات. اما اگر عمل به مستحبات موجب کوتاهی در انجام دادن واجبات یا درست انجام ندادن آنها شود و ضرر به واجبات بزند، دیگر آن مستحب ارزش و اثری ندارد و نجات دهنده و مقرب نیست. در مثل است که پیش از خدمت به شاه خدمت به غلام او تو را حاجت روا نمی کند. شاعر چی زیبا گفته است: ترک واجب می کنم سنت به جا می آورم. شاعر عرب می گوید شیخ یرا الصلوات الخمس نافله و یستحیل دم الحجاج فی الحرم. مفهوم این شعر چنین است که برخی نمازهای مستحبی و نافله نمازهای پنجگانه خود را ترک نمی کنند، ولی خون حاجیهای حرم خدا را حلال می شمارند. مصادیقی از ترک واجب به انجام مستحب. برای توضیح فراز اول روایت چند مصداق آورده می شود که در بعضی از این مصادیق مستحب بر واجب مقدم شده و در بعضی دیگر مهم بر اهم، یعنی مهمتر مقدم گردیده است. الف، عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام، احیاء شبهای قدر و قضا شدن نماز صبح. اولین مصداق ترک واجب و انجام مستحب این است که برای اهل بیت علیهم السلام تا صبح عزاداری شود، در ماه مبارک رمضان شبهای قدر احیا گرفته شود، اما نماز صبح قضا گردد، در حالی که نماز بر همه امور تقدم دارد و در قرآن و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یک، اهمیت نماز در قرآن. در قرآن به هیچ عبادتی به اندازه نماز اهمیت داده نشده، تا جایی که بیش از 100 آیه در مورد نماز و مسائل مربوط به آن نازل شده است. بر اساس آیات قرآن این فریضه بر همه پیروان شرایع پیشین نیز واجب بوده و تمامی انبیا بر آن تأکید کردند. برخی از این آیات را بیان کنیم. 1. الف، حضرت ابراهیم علیه السلام از پیشگاه خداوند می‌خواهد که او را از نمازگزاران قرار دهد. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، پروردگارا مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما. همچنین حضرت ابراهیم علیه السلام علت سکونت خانواده اش در مکه را مسئله اقامه نماز معرفی می کند. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه که حرم تو ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. ب، در اولین وحی به حضرت موسی علیه السلام نماز مورد تأکید قرار می گیرد. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی و انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. من پروردگار تو ام، کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس طوا هستی و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم. اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار. جیم، حضرت عیسی علیه السلام در گهواره از نماز سخن میگوید. قال انی عبدالله آتانی الکتاب
و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکاه ما دمت حیا. ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پر برکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است. دال از جمله سفارش های لقمان به پسرش نماز است. یا بنی اقم الصلاة، پسرم نماز را برپا دار. و پیامبر اسلام نیز این گونه خطاب می شود اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است. در آیه دیگر خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین دستور می دهد اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نماز را از زوال خورشید یعنی هنگام ظهر تا نهایت تاریکی شب یعنی نیمه شب برپا دار و همچنین قرآن فجر یعنی نماز صبح را، چرا که قرآن فجر مشهود یعنی فرشتگان شب و روز است. و پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست. امید از پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد. 2. جایگاه نماز در روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام. نماز اولین دستور. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول ما افترض الله علی امتی الصلوات الخمس و اول ما یرفع عن اعمالهم الصلوات الخمس و اول ما یسألون عنه الصلوات الخمس. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد نمازهای پنجگانه است و اولین چیزی که از اعمال ایشان بالا برده می شود نمازهای پنجگانه است و اولین چیزی که نسبت به آن مورد سؤال واقع می شوند نمازهای پنجگانه است. آخرین فریضه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اول ما فرض الله تعالی الصلاة و آخر ما یبقى عند الموت الصلاة. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا اولین فریضه‌ای که از طرف خداوند بر بندگانش واجب شد نماز است و آخرین فریضه‌ای که تا دم مرگ از او ساقط نمی‌گردد و وجوبش همچنان باقی است نماز است. تشبیه نماز به ستون خیمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء و اذا انکسر العمود لم ینفع طنب ولا وتد ولا غشاء. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مثل نماز همانند عمود و ستون خیمه است. هرگاه عمود ثابت باشد تنابها میخها و پرده نافع است، ولی در صورتی که عمود شکست تناب میخ و پرده سودی نمیبخشد. نماز همت مؤمن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان المؤمن همته فی الصلاة والصيام والعباده والمنافق همته فی الطعام والشراب كالبهیمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همت منافق در خوردن و نوشیدن مانند حیوانات است.
نماز و روزه آرزوی اموات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من یوم الا و ملک ینادی فی المقابر من تقبطون و یقولون اهل المساجد یصلون ولا نقدر و یصومون ولا نقدر. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ روزی نیست مگر آنکه فرشته‌ای در قبرستان ها ندا می‌دهد که ای اهل قبرستان، آرزو دارید مثل چه کسی باشید و به چه کسی میگویید خوشا به حالش، یعنی به چه کسی غبطه میخورید؟ آنان در جواب میگویند به اهل مساجد غبطه میخوریم که نماز میخوانند و ما نمیتوانیم و روزه میگیرند و ما امکان روزه گرفتن برایمان نیست. چهره دین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لكل شيء وجه و وجه دینکم الصلاة فلا یشینن احدکم وجه دینه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر چیزی دارای چهره است و چهره دین شما نماز است، پس هیچ یک از شما چهره دین خود را زشت نکند. سفارش به نماز. آخرین سخن پیامبر. جابر بن عبدالله انصاری میگوید از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام پرسیدند آخرین سخنی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چه بود؟ پاسخ داد در آخرین لحظات عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن حضرت را به سینه ام تکیه دادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارکش را روی شانه ام قرار داد و فرمود الصلاة الصلاة، نماز نماز. شمول رحمت الهی بر نمازگزار. قال علی علیه السلام لو یعلم المصلی ما یخشاه من الرحمت لما رفع رأسه من السجود. حضرت علی علیه السلام فرمودند اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت. سفارش حضرت علی علیه السلام به نماز هنگام وفات. فیما اوصى به امیر المؤمنین علیه السلام عند وفاته الصلاة. وصیت و سفارش امیر مؤمنان علی علیه السلام در آخرین لحظات زندگیشان آن بود که 2 مرتبه درباره نماز تأکید فرمودند. وصیت حضرت علی علیه السلام به نماز. قال علی علیه السلام الله الله فی الصلاة فانها عمود دینکم. حضرت علی علیه السلام در آخرین وصایایشان درباره نماز فرمودند خدا را درباره نماز که نماز ستون دین شماست. نماز جزء پایه های دین. عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام على 5 اشیاء على الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایه. امام باقر علیه السلام فرمودند اسلام بر 5 چیز بنا شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت علیهم السلام. ارزش نماز. عن یزید بن خلیفة قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا قام المصلی الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من اعنان السماء الى اعنان الارض وحفت به الملائكة وناداهم ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل. امام صادق علیه السلام فرمودند هنگامی که انسان به نماز ایستد رحمت خدا از آسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه کرده و فرشته‌ای می گوید اگر این نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچگاه از نماز منصرف نمی شد. قبولی نماز و قبولی سایر اعمال. قال الصادق علیه السلام اول ما یحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله و اذا ردت رد علیه سائر عمله.
امام صادق علیه السلام فرمودن اولین محاسبه انسان در پیشگاه خداوند پیرامون نماز است. پس اگر نمازش قبول شود بقیه عبادات و اعمالش نیز پذیرفته می‌گردد و اگر نه مردود خواهد شد. روز محشر که جانگداز بود، پرسش اول از نماز بود. در اینجا این سوال مطرح می شود که چگونه قبولی تمام کارها مشروط به قبولی یک عمل همچون نماز می شود؟ در پاسخ باید گفت پلیس راهی را در نظر بگیرید که از راننده گواهینامه رانندگی مطالبه می کند. اگر راننده گواهینامه پزشکی، گذرنامه سیاسی، پروانه ساختمان، کارت بازرگانی و اجازه اجتهاد و یا هر مدرک دیگری به او نشان دهد، پلیس از او نمیپذیرد و تنها اگر گواهینامه رانندگی داشت اجازه عبور میدهد، وگرنه مانع او میشود. در قیامت نیست شرط رسیدن به مقصد گواهینامه نماز است که اگر نباشد هیچ عملی مورد قبول و نجات بخش نیست. یک مثال دیگر، یک قطار را در نظر بگیرید. قطار از یک لوکوموتیو و چند واگن تشکیل شده. این واگن ها در صورتی حرکت می کنند و مقصد می رسند که لوکوموتیو سالم باشد و حرکت کند. اگر لوکوموتیو خراب باشد واگن ها بدون حرکت در جای خود ایستادن. در بین اعمال عبادی نماز مانند لوکوموتیو هست. روزه، حج، جهاد، زکات، قرآن مانند واگن ها هستند. واگن های روزه، حج، زکات و غیره در صورتی به بهشت به مقصد میرسند که لوکوموتیو نماز سالم باشد و حرکت کند. حساسیت اهل بیت علیهم السلام. عن هارون ابن خارجة قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء فقال لي كيف صلاته. شخصی به نام هارون میگوید خدمت امام صادق علیه السلام نام یکی از شیعیان را بردم و از او تعریف و تمجید کردم. حضرت فرمودند نمازش چگونه است؟ جرأت شیطان بر بینماز. عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضیعهن تجرأ علیه فادخله فی العظائم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شیطان پیوسته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای خویش است بیم دارد تا آن زمانی که آن را ضایع کند و اهمیت به اوقات آن ندهد. در چنین وقت است که او بر او جرأت یافته و او را در گناهان می‌افکند. نتیجه اهمیت ندادن به نماز. زنی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غیاب شوهرش زنا کرد، ولی پس از این عمل زشت پشیمان و سخت ناراحت شد. در حالی که بسیار پشیمان بود در یکی از کوچه های مدینه میگذشت و فریاد میزد مرا به رسول خدا راهنمایی کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را دید و از او پرسید چرا پریشان هستی و فریاد میزنی؟ گفت در غیاب شوهرم زنا کردم، پس از مدتی دارای فرزند شدم، پس از تولد او را در میان سرکه داخل خمره گذاشتم و آن سرکه را فروختم. 3 گناه بزرگ مرتکب شدم. 1 زنا کردم، 2 کودکم را کشتم، 3 سرکه آنچنانی را فروختم. آیا توبه من پذیرفته است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زنا کرده ای باید سنگسار شوی، مرتکب قتل کودک شده ای که کیفرش دوزخ است، سرکه آنچنانی را فروخته ای، گناه بزرگی کرده ای. ولی گمانمان است که نماز عصر را ترک کرده ای و به خاطر ترک نماز عصر و سهلنگاری در نماز این گونه دچار مکر و فریب شیطان شده ای. خسارت قضا شدن نماز. فردی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و برای رفتن به یک سفر تجاری استخاره کرد. سپس استخاره را نادیده گرفت و به تجارت رفت. اتفاقا به او خوش گذشت و علاوه بر آن سود فراوانی هم برد. تعجب کرد که من پیش امام استخاره کردم بد آمد، ولی مسافرت و من خوش گذشت و سود فراوان بردم. یعنی چه؟ خدمت امام صادق علیه السلام آمد و گفت ابن رسول الله یادتان هست که چند وقت قبل خدمت شما رسیدم، استخاره کردم و بد آمد، برای مسافرت بود، به تجارت رفتم، سود فراوانی هم داشت و خوش گذشت.
امام صادق علیه السلام تبسمی نمودند و فرمودند یادت هست در فلان منزل خسته بودی، نماز مغرب و عشایت را خواندی، آنگاه شامت را خوردی و خوابیدی و خوابت برد، یک وقت بیدار شدی که آفتاب زده و نمازت قضا شده بود. جواب داد بلی ابن رسول الله. فرمودند اگر خدا دنیا و آنچه در دنیاست به تو داده بود، جبران آن خسارت نمیشد، به چیز خیلی زیادی از دستت رفت. نمیدانی چی خیر است. البته این شخص گناهی نکرده بود، زیرا نمیخواسته که قضا شود. بعد هم قضای نمازش را خوانده، اما باز هم این طور است. نماز آخرین وصیت انبیا و امامان. قال الصادق علیه السلام احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة و هی آخر وصایا الانبیاء. امام صادق علیه السلام فرمودند نماز بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیت‌های پیامبران الهی است. سفارش امام صادق علیه السلام به نماز. عن ابی بصیر قال دخلت على حمیدة اعزیها بأبي عبد الله عليه السلام فبكت ثم قالت يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ثم قال ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي فلما اجتمعوا حوله قال إن شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاح. ابو بصیر میگوید وارد شدم بر حمیده که او را در عزای حضرت صادق علیه السلام دلداری دهم و تسلیت گویم. پس گریست و من هم از گریهش به گریه‌ام افتاد. آنگاه گفت ای ابا محمد، اگر ابا عبدالله علیه السلام را هنگام رحلت میدیدی متعجب میشدی. حضرت در حال احتضار چشمانش را باز کرد و فرمود تمام کسانی که با من خویشاوندی و نزدیکی دارند را جمع کنید. پس همه را جمع کردیم. آنگاه نگاهی به آنها کرد و فرمود هرگز شفاعت ما شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمی شود. 3. توجه به نماز در سیره کلام و بزرگان و علما. سید ابن طاووس. مردم گروه به طرف منزل سید ابن طاووس می رفتند. کوچه ها شلوغ بود. شاگردان سید نمی دانستند که این جشن به چه مناسبتی است. هر کدام در ذهن خود گمانی داشت اما از آن مطمئن نبود. یکی می گفت لابد عید است و ما نمی دوانیم. آن دیگری مناسبت دیگری را حدس میزد، اما همگی سید را خوب میشناختند و میدانستند که حتما آن جشن مناسبتی دارد. منزل سید از جمعیت موج میزد. ذکر صلوات و قرائت شعر در مدح ائمه علیهم السلام فضای خانه را پر کرده بود. سکوت سید طاقت شاگردان را طاق کرده بود. سرانجام یکی از آنان پرسید اگر مناسبت جشن را بداریم بیشتر خوشحال خواهیم شد. تبسم شیرینی بر چهره سید نقش بست و گفت امروز یکی از بهترین روزهای عمر من است. چندین سال پیش در چنین روزی من به سن تکلیف رسیدم و لیاقت آن را پیدا کردم که مورد خطاب خداوند رحمان باشم و به ادای تکلیف الهی بپردازم. این جهت من هر سال این روز را جشن میگیرم. شیخ نخودکی بخشی از وصیت عارف بزرگ آیت الله نخودکی طبق نقل پسرش این گونه است: اگر آدمی یک 40 به ریاضت بپردازد اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجه آن 40 هباء منثورا خواهد بود. پسرم بدان که تمام عمر خود تنها یک روز نماز صبح هم قضا شد. پسر بچه‌ای داشتم، شب آن روز را از دست دادم. شب آن روز از دست رفت. سحرگاه به من گفتند این رنج فقدان را به علت فوت نماز صبح مستحق شده ای. اینک اگر شبی تهجد ترک گردد، صبح آن شب انتظاری بلایی میکشم. سید حسن مدرس، آیت الله سید حسن مدرس، در پشت صفحه اول قرآنی که از ایشان به یادگار مانده و نزد نوه ایشان نگهداری می شود به خط خود خطاب به دخترش چنین نوشته است: ای فاطمه بیگم، تو را به 3 خصلت توصیه می کنم: 1. نماز و قرآن را بخوان. 2. برای پدر و مادرت دعا کن. 3. در زندگی قناعت داشته باش. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بعد از آخرین عمل جراحی که روی حضرت امام رحمت الله انجام دادند، یکی از پزشکان گفت چشمانشان را باز کردند و آقای انصاری که مسئول کارهای شریعی بودند صدا زدند. آقای انصاری آمدند و امام گفتند می‌خواهید نماز بخوانید؟ حضرت امام تنها ابروهایشان را تکان می‌دادند و هیچ سوال دیگری پاسخ نمی‌دادند. و بعد دیدیم که دستشان را تکان می‌دهند. متوجه شدیم نماز می‌خوانند. ایشان در آخرین روز و تقریبا آخرین ساعت زندگی خود
یعنی ساعت 10 شب نماز مغرب و عشا را با اشاره خواندند. آیت الله بهجت رحمت الله علیه، حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند معیار اصلی نماز است. این نماز بالاترین ذکر است، شیرین ترین ذکر است، برترین چیز هست. حال نیز برخی به دنبال ذکرهای بیجای می‌گردند کسی نشنیده باشد. یک سال قصد داشتم به زیارت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام بروم و آنجا اقامت کنم. خدمت علامه طباطبایی رسیدم، گفتم آقا می‌خواهم زیارت بروم، در آنجا چه عملی انجام بدهم؟ می‌خواهیم به بهترین مکان بریم، آنجا چی کنیم؟ ایشان فرمودند الصلاة خیر موضوع، نماز بهترین دستوری است که تشریع شده است. آنجا که انسان میخواهد به خدا برسد این گونه دستور میدهد. آقای مسجد سلیمانی حجت الاسلام آقای پیر عباس مسجد سلیمانی فرمود برادر من در مسجد سلیمان دوستی دارد که کارآتباز است. دوست برادر مقید به نماز نبود. من و برادرم با او نصیحت میکردیم که در مورد نماز اهمیت بدهد و همیشه نماز بخواند. او گاهی میخواند و گاهی هم مسامحه میکرد. برادرم اخیراً اظهار کرد که به تازگی دیدم مقید به نماز شده است. از او پرسیدم دوست عزیز چی شد که مقید به نماز شدی؟ گفت ما در خانه خروسی داریم. شبی در عالم خواب دیدم خروس با من صحبت میکنند، میگوید من چقدر تو را برای نماز صبح صدا بزنم. بس که من تو را صدا زدم کور شدم، از خواب بیدار شدم و سراغ خروس رفتم، دیدم از دو چشم کور شده. این سبب شد به نماز اهمیت بدهم. شیخ عبدالکریم حقشناس آیت الله عبدالکریم حقشناس تهرانی نقل کردند موقعی که من در قم ساکن بودم یکی از جوانهایی که با من رابطه داشت نامه‌ای به من نوشت که فلانی مرا برای سربازی طلبیدند، شما دعا بفرمایید که شاید از آن خلاص شوم. من هم به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رفتم و برای نجات او دعا کردم. شبانگاه خواب دیدم که جوان مذکور به اتاقم آمده و سینه میزند و حسین میگوید. خوابم را برای مرحوم آیت الله آقای حجت نقل کردم. ایشان چنین تعبیر فرمود این شخص مضطر است، بیشتر برای او دعا کنید. من هم اجابت کردم و بیشتر دعا کردم تا آنکه شبی مجددا در عالم خواب به من گفتند ما رفتن به سربازی را از او برمی‌داریم به شرط آنکه او نماز بخواند و هرگاه در نماز کوتاهی کند دوباره او را مبتلا می‌کنیم. من پس از بیدار شدن از خواب بسیار تعجب کردم و همانطور که در خواب شرط شده بود دستور طی نامه‌ای برای اون نوشتم. اون در جواب نوشت شما از کجا ملتفت شدید که من نماز نمی‌خوانم؟ هیچ کس حتی پدر و مادرم نیز از آن اطلاعی نداشتند. شیخ عباس شیرازی حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ محی الدین انواری از حجت الاسلام والمسلمین فاکر خراسانی نقل کرد در خواب دیدم در پشت حجر اسماعیل هستم. حجت الاسلام والمسلمین ها شیخ عباس شیرازی آنجاست. گفتم رفیق چطوری و چی خبر از آنجا داری؟ گفت همین قد بگویم که ای کاش و جای غذا خوردن نماز می‌خواندم. حاجی آقای قروی حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابوالقاسم قروی می‌فرمودند شخصی نزد پدرم آمد و طلب استخاره کرد. پدرم گفت بد است ضرر می‌کنی، بلکه در هر معامله‌ای که انجام دهی ضرر خواهی کرد. آن مرد گفت آقا چرا اینطور هست؟ من می‌توانم کار بیافرینم اما در عین حال همیشه متضرر میشم. پدرم گفت میخواهی علت آن را بدانی؟ گفت آری. فرمود علت آن دو چیز است، یکی به خاطر خانه‌ای که در آن زندگی میکنی و دوم به خاطر استخفاف و بی‌اهمیتی که نسبت به نماز داری. مثلا همین امروز نماز تو قضا شده، هرگاه احتیاج به غسل داشتی باید قبل از طلوع آفتاب غسل کنی و نمازت را با طهارت بخوانی. آن مرد گریه کرد و رفت. بعد از مدتی نزد پدرم آمد ولی هنوز خانه خود را تبدیل نکرده بود. چندی بعد معلوم شد که این خانه از قبل محل زندان دولت بوده و در آنجا ظلم و ستم‌های زیادی به مردم شده است. در آب انبار آن خانه سنگ‌های بزرگی بوده که با برداشتن سنگ‌ها سیاه‌چاله‌های زندان ظاهر شد. لطیفه شخصی نزد عالمی رفت از همسرش شکایت کرد که نماز نمی‌خواند. آن عالم فرمود او را از عذاب الهی بترسان، بگو خداوند انواع عذاب‌ها را برای گناهکاران بی‌نمازان مقرر کرده. گفت خیلی از جهنم گفتم قبول نمی‌کنند. عالم فرمود از نعمت‌های بهشت برایش تعریف کن، شاید به طمع بهشت نماز بخواند. گفت آقا خیلی گفتم ولی نمی‌گذرد. عالم فرمود دلیلش چیست؟ چرا نمی‌خواند؟ گفت همسرم به من میگوید تو بخوان تا من هم بخوانم. تجهیز مجالس روزخوانی و ترک نماز اول وقت. مصداق دوم برای انجام مستحب و ترک مهم تجهیز مجالس جهت روزخوانی، آشپزی، عزاداری و سینه‌زنی در حالی که نماز اول وقت مهمتر می‌شود. در روایات اسلامی توجه ویژه‌ای به نماز اول وقت شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. یک نماز اول وقت در روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام. تأخیر نماز و شفاعت نشدن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ینال شفاعتی غدا من اخر الصلاة المفروضه بعد وقتها. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فردای قیامت شفاعت من به کسی که نماز واجب را تا پس از وقت آن به تأخیر اندازد نخواهد رسید. و آشامیدن از آب کوثر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منی من استخف بصلاته
لا یرد علی الحوض، لا والله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد و خدا قسم کنار حوض کوثر بر من وارد نمی شود. ان شاء الله ادامه این بحث در قسمت بعدی.